سرخط خبرها. مردم افغانستان در کنار ملت ایران. ذبیح الله مجاهد میگوید در صورت جنگ میان امریکا و ایران، افغانها با ملت ایران همکاری خواهند کرد. یک کشور مسلمان است، ما با ایران روابط تاریخی داریم. زیان صدها میلیون دلاری پاکستان از بسته بودن ترخم. رسانه‌های پاکستانی میگویند که روزانه 2 میلیون دلار به پاکستان زیان وارد می شود. د مرز له خلکو سره د پاکستان د پښتونخوا د خلکو ډیر زیات کاروبار له افغانستان سره هغه هم تړل شوی دی. معادن طلا رونق جدید اقتصاد بدخشان. همکنون بیش از 100,000 نفر در پروژه های معادن طلا در بدخشان مصروف کار هستند. نیاز است که کارمندان افغانی هم آموزش دیده شود تا بتوانیم ما در دراز مدت از کارمندان داخلی خود استفاده بکنیم. و برگزاری دور دوم مذاکرات ایران و امریکا تا یک روز دیگر. علی لاریجانی گفت که اسرائیل تلاش دارد مذاکرات را تخریب کند. در دقیقه آخر ترامپ اعلان موفقیت کنه. برای آقای ترامپ دروغ گفتن بسیار ساده است.